از شبنم سوریا جونیوچه olmasar ne kadar? من کی؟ شما چلک یوچه دنیا یوچه شیرین یوچه من چند ساله زنای دم که با پول فابریک صاحب خونه در روسیه در تاجیکستان صاحب ماشین در یک ماه 2-3 جا سفر میکنن و همه اینها باور میکنید شما که زنهای خانشینن چند تایی فرزند دارن در تربیت فرزند خانشینن شوهراشون اجازه نمیدهد که کار کنن در خانه شیشته با واسطه تلفن و اینترنت هر یک این نفرها اول خودشون تنها بودن بعدن آدم آوردن صاحب کارگر شدن کارگراشون صاحب کارگر یعنی ریشهشون پهن شد یک کمانده کلون شدن میدونید چی همه اینها در دوام 1 سال انمی قدر دستاوردها را نایل گشتن زیاد 3-4 سال بسیارش از دوره کرونا ویروس در دوره بیکاری به پولی رجیستراسیون کردن امروز این زنهای میبینی حواست میبید از زیباییشون از فسون پوشیشون از آیلی که میگیرن بعد که در 1-2 کنفرانس اشتراک کردم گفتم من شوق عاشق بودنم صبح بخند من خنده های ناب میخواهد دلم میخوام که وقتی خوابی کنار تو بشینم اگه یه وقت خوابم برد باز خواب تو رو ببینم اپای صوفی قسال شده؟ نه جان دخترای خوش رو کسل نمیشوند دخترای خوش رو در چشم میرسند با تو باشم غمی نماند مرا شکسته کسی نمیتواند با سلام شاخ